دنیا برای ارتباطاتش، برای اینکه با هم دیگه قرار دوستی بزنن، دوتا آدم وقتی که در ابتدا به هم میرسن، در ابتدا حساشون به هم دیگه جواب میده که این حس آیا حس دوستیه، دشمنیه، جنگ، عشق، این حس چه معنی داره. یه وقتی دو تا دختر و پسر وقتی توی یه کافه با هم قرار میذارن، اون کسی که از خودش تعریف میکنه یعنی در اصل ترسیده و با قدرت ترس داره میاد وسط. تو اون جلسه بهترین حالت، اگه میخواین دنبال عشق میگردید، باید که خوبیای طرف مقابل رو ببینید، هرچند با هم دیگه صمیمیتی هم ندارید. اگه دنبال عشقید، اگه دنبال دعوا و جنگید، از خودتون تعریف کنید. غالبا تعریف کردن خود یعنی اینکه میخوای سپاه خودتو غلبه بندازی و خودتو برتر از دیگری بندازی. یا آقا من اینم، منم. یه وقتی فراتر از اینا میری، شروع میکنی بدگویی از اون طرف، یعنی جنگ در جنگ. یه وقتایی دو طرف از منای خودتون شروع میکنید حرف زدن. بهترین حالت اینه که هر وقت به هم رسیدید از خوبیاتون حرف بزنید. آدم ها برای وارد شدن در جنگ و دوستی و عشق و هر چیزی یا با ترس وارد می شوند و مادام از خود تعریف می کنند من چنینم و چنانم، یا با شجاعت از تو تعریف می کنند. آنهایی که از تو تعریف می کنند بیشتر تو را می بینند و حس می کنند و بین تو و او عشق آفریده خواهد شد، به شرطی که تو نیز چنین باشی. آنهایی که از خود تعریف می کنند آمدند که تو را بترسانند و بین شما دوستی پیش نمی آید. اگر تو نیز چنین باشی حتما جنگ به پا می شود. اما وقتی که جفتتون اومده باشید ایبای همدیگر رو ببینید، دنیایی که وقتی آدم ها میخوان با همدیگه ارتباط برقرار کنن با این زاویه وارد بشه که ایبای همدیگر ببینن، چه دنیای تاریکی خواهد شد. آدم ها از همدیگه باید عشق دریافت کنند و بهتر این که به جایی که از من صحبت کنند از او صحبت کنند، از تو حرف بزنند. وقتی از تو حرف میزنی عشق به پا میشه و دنیا، اگه دنیای سختی هم باشه، خیلی لذیذ میشه. بهتره از هم حرف بزنیم، همدیگر رو تعریف کنیم. ممکنه هممون عیبایی داشته باشیم، بهتره که بیشتر همدیگر رو حس کنیم و ببینیم و حتی توی لحظه آشنایی که هیچ سابقه نداریم از چشمای همدیگه حرفای خوبی به هم بزنیم. دلیل این هر آشنایی یک خواستنی بوده، یک لمس نیاز و عشق بوده. تا همون لمسه که دلیل این آشنایی شده بهتره حرفای خوبی به هم دیگه بزنیم. روزگارتون پر تعریف.